آیا میدونستین که عشق توی مغز شما مثل یک کارگاه شیمیایی عمل میکنه؟ آیا تا به حال به این فکر کردین که عشق بیشتر از حس یه علمه؟ توی این ویدیو همه چی رو توضیح میدیم. عشق یه واکنش پیچیده در مغزه که توسط 3 هورمون اصلی کنترل میشه: دوپامین، اکسیتوسین و سروتونین. دوپامین همون هورمونی که باعث میشه وقتی با کسی که دوستش دارید وقت می‌گذرونید حس سرخوشی داشته باشین. اکسیتوسین یا همون هورمون اعتماد رابطه عمیق‌تری بین شما و طرف مقابل ایجاد میکنه. حالا بیاین درباره سروتونین حرف بزنیم. وقتی عاشق میشید، سطح سروتونین توی مغزتون افت میکنه که ممکنه باعث بشه تمام فکر و ذکرتون طرف مقابل بشه. تا حالا شده مدام به پیام یا تماس کسی که دوستش داریم فکر کنید؟ این دقیقاً تاثیر سروتونینه که تمرکز ذهن شما رو روی اون فرد قفل میکنه. این 3 هورمون با هم مثل یه تیم هماهنگ عمل میکنن. دوپامین شما رو سرخوش میکنه، اکسیتوسین حس نزدیکی میده و سروتونین باعث میشه روی عشقتون متمرکز بمونین. تا حالا شده وقتی از کسی که دوستش دارین دور هستین حس کنید نمیتونید درست تمرکز کنید؟ این به خاطر افت سطح سروتونینه. یا مثلا اون لحظه‌ای که برای اولین بار کسی که عاشقش هستین بهتون لبخند میزنه و انگار همه دنیا متوقف میشه. این ترکیب دوپامین و اکسیتوسینه که داره جادو میکنه. تحقیقات نشون داده که مغز عاشق شباهت زیادی به مغز یک فرد معتاد داره، یعنی عشق واقعا یه نوع اعتیاده. به نظرتون عشق بیشتر به قلب مربوطه یا مغز؟ شما چی فکر میکنید؟ اگه این موضوع براتون جالب بود حتما ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید.